شما اشرف میشین و سربازان قهرمان نمیذارین ملا بکنی ایران و ویران، جنگ جویان کوه و دشت و صحرا شکست ناپذیر حتی تو این گرم و سرما. نکنی یه بخفم از غلط چونی اشرف میشین هستن همشون قطع فرست 27 ساله که دارن میکنن مبارزه، لازم به گفتن نیست چونی خیلی واضحه. ای وطن پرستای قهرمان این گفته که تمام ملت ماست، آره گوش کنی فقط این حرفاست، روز رهایی همین امروز و فرداست. کف زرنگه یه شیر وسطش هستیم با مجاهدین تا آخرش، یه پرچم به زرنگه یه شیر وسطش هستیم با مجاهدین تا آخرش. همش میکنیم صحبت ازش بشینا چون اونا رو دوست داریم با قلب و با ایمان، پس با اشرف بشینا میشید متحد بکنیم این نظام و منفجر، نظامی که رهبرش ولی فقیه مولای جنایتکار اون یه دیو. آره عمر سر رسید مولای جنایتکار دیگه راهی نداری برای فرار، با خون شهدا می نویسیم ایران جلوش وای میسیم مثل یه سگ دیوار. شهدای اشرف اگه به خاک افتادن تی میکنن راشون جوونایی مثل من. کف زرنگه یه شیر وسطش هستیم با مجاهدین تا آخرش، یه پرچم به زرنگه یه شیر وسطش هستیم با مجاهدین تا آخرش. خب هرچند که پایان برنامه ماست اما نوبت شما همیشه هست. ما با این برنامه در هفته‌های آینده هم در خدمت شما خواهیم بود تا به نامه‌های شما پاسخ بدیم. امیدواریم که این برنامه بتونه ظرف مناسبی برای گسترش همکاری هامون باشه. فکر کنم از اونجایی که ایمیلمون در طول برنامه روی تصویر بوده دیگه نیازی نیست که من تکرار کنم که نشانی برنامه ما فردای ما @irantv.com. اما شما مطمئن باشید